خب امروز میخوایم در رابطه با یکی از خطرناکترین چاقوهای موجود یعنی کارامبیت با هم دیگه صحبت کنیم. این چاقو به خاطر شکل هلال مانندش و سوراخی که توی دسته داره یک چاقویی که جای مانور خیلی خوبی توی درگیری داره. خب این سوراخی که توی دستشه به خاطر اینه که انگشت اشاره ما به این شکل واردش بشه و ما بتونیم باش این چرخش رو انجام بدیم. توی این کلیپ میخوایم اولین حرکت کارامبیت رو با هم کار کنیم، یعنی این چرخشه. دقت کنید، ببین ما چاقو رو به این شکل میگیریم، به این شکل. حرکت اول اینه که با دست یه شوک میدیم، چاقو برمیگرده میره پشت دست. حالا برای برگشتش دوباره یه شوک بهش میدیم که برگرده. این کار رو ما توی درگیری به این شکل 1 2 میتونیم قشنگ ازش استفاده کنیم، یعنی مانور بدیم باش. پس به این شکل شد. من بیام از نزدیک بگیرم، میشه 1 و 2 1 و 2 1 و 2 و میتونیم به این شکل هم بچرخونیمش. اوکی؟